میگن موسیقی نیاز عاطفی و احساسی است. پس بیاین نیازتان را در اینجا رفع بسازین. با هنرمندان محبوب و مشهور کشور خود ما اینجا با ما دو هنرمند عزیز است. یک سلام گرم خدمت دوستای که این لحظه برنامه را تماشا میکنن تقدیم میکنم. در هر کجای که هستین سبز و خرم باشین. برنامه را تا آخرین دقایق برنامه دیدنی جالب جذاب شید. برنامه خودتان یعنی دور میپا همتان با چهره برنامه آشنایی دارین. خواستین برنامه را جالبتر و جذابتر بسازین و امروز دو هنرمند محبوب امشب البته با ما هستند. نصیر جان سخی و رازیه جان عزیزی. خیلی خوش آمدید میگم هر دوی شما را. نصیر جان بفرمایید. خوش آمدید. سلام باشین. زنده باشین. عرض سلام خدمت شما و بنده‌های خوب تلویزیون سبا. اجا که هستن خدا کنه که جور صحتمند باشن. خدا کنه که یک برنامه خوب همراهشون داشته باشین. سلامت. تشکر. مطمئنا یک برنامه عالی را می داشته باشیم به خاطر که نصیر جان سخی هنرمند جوان، خوش استایل، خوش تیپ و همچنان خوش صدا، خوش سیما و در کنار ما رازیه عزیزی همچنان قرار دارد. خودتان خوش آمدید میگم. سلام بر تقدیم میکنم. تشکر از شما همچنان. تشکر از تلویزیون سبا که در این برنامه مرا دعوت کرده. یک سلام خاص دارم به بینندگان تلویزیون سبا. تشکر. شما هم زنده باشین. دوستا اگر شما با من نظر باشین نصیر جان سخی، رازیه جان عزیزی سوالا را مشتاق آغاز بکنیم و آهنگایی را اجرا داشته باشین. حتما. خوبه درست؟ بله. میخوام از رازیه عزیزی بپرسم که چی مدت میشه و موسیقی رو آوردن و علت هم میخوایم بپرسم چرا؟ چرا من موسیقی زیاد خوشم میاد، همیشه گوش میکردم، زیاد شوقش داشتم که من هنرمند شم. از این خاطر چقدر وقت میشه که موسیقی را دوست داشتین؟ چقدر وقت میشه و عرصه موسیقی پا گذاشتین؟ فعلا موسیقی را که دوست داشتم 3 سال 4 سال میشه. فعلا در موسیقی رو آوردم 1-2 ماه میشه. 1-2 ماه میشه. مسلکی و یا هم آماتور؟ یعنی استاد دارین یا خودتان فقط؟ فعلا استاد ندارم، خودتان میخواین. بسیار خوب. خودتان هم یک مرور به زندگی هنریتان داشته باشین. نصیر جان سخی میخوایم از خودتان هم بپرسم که چند آهنگ دارین، چقدر وقت میشه و موسیقی کار میکنین، کیها با خودتان همکاری داره و دوستایی که این لحظه تماشا میکنن میخواین معلومات در مورد آهنگای خودتان داشته باشن. چون تقریبا حدود 3 سال میشه موسیقی البته طور اتوماتیک کار میکنم پیش از استادای خوب افغانستان خود عزیز ما. بله. و تقریبا 3 آهنگ ساختیم. یک آهنگ اولی آهنگ غرور بود اسم میکنم تو را. بله. و آهنگ دومی آهنگ انتیا بود خطرنی و آهنگ سومیم که فعلا تازه است، جدید است البته، آهنگ واده است. بسیار چقدر وقت میشه گفتین موسیقی کار میکنید؟ حدود 3 سال میشه. 3 سال. از شما 2 ماه. چند آهنگ دارین؟ 16 تا آهنگ دارم فعلا. 16 آهنگ در این مدت بسیار کم، یعنی 2 ماه. بله. خوب است. میخوام علتی از خودت پرسان بکنم. بله. رازیه عزیزی خیلی ها بالا کار میکنه، خیلی ها نکات میاری را مد نظر میگیرین. درست؟ وقت موسیقی کار میکنین آهنگای 16 آهنگ در کل دارین. بله. شما 3 آهنگ در این مدت 2 سال. فرق شما در چی است؟ چرا شما 3 آهنگ پیدا از 16؟ فرق خاص در این است که چون در پلیس موسیقی کار میکنم. بله. در پلیس موسیقی در از کمپانی‌های شخصی کار میکنم، وظیفه اجرا میکنم و هم موسیقی را پیش میبرم و هم کاروبار خودم. کاروبار دارم پیش. تنها نیست به موسیقی که یعنی بیشتر خدمت بکنم، بیشتر کار بکنم، ولی بازم تقاضای مردم، تقاضای هموطنان عزیز خودم هیچ وقت نمیمانم خالی بانه، ولی کار کده روی است. بسیار خوب. یعنی میشه امکاناتش هست وقتی که کار بکنی در ظرف 2 ماه میتونی 16 آهنگ تهیه بکنی. درست؟ بله انشاءالله. امکاناتش هست؟ خوب است. من آهنگ از نصیر جان سخی آهنگ واده نه، بلکه آهنگ که اولین آهنگش بوده. نصیر جان سخی را به شما مطرح ساخت. همتون میشناسین نصیر جان سخی را به خاطر آهنگ غرور. بله. شعر و کمپوز از فکر کنم از استاد باختری است. دقیقاً کمپوز از از استاد ظاهر باختری است، ولی شعرش از خودم است. بسیار خوب. شعرش خودم سروده بودم قبلا و کمپوز از آن از استاد ظاهر باختری. یگان تصنیف خودت میسازی درست؟ کم بیش. خوبه. آهنگش اجرا میکنن، آهنگ غرور. بعد از آهنگ دوباره در خدمتتون قرار خواهد گرفتیم. اجرات از دختر خانم رازیه عزیزی هم خواهد داشتیم با خود و دوست دارم اجرات بیشتر و بیشتر از اینا هم داشته باشیم. پس بفرمایید آهنگتون اجرا بکنید.
میکنم تو را در شب خودم، من عاشق همین احساس تو شده. حس میکنم تو را در شب خودم، من عاشق همین احساس تو شده. حس میکنم تو را. کشتی غرورم را دیوانگی کنم، باز هم مرا بکش تا زندگی کنم. کشتی غرورم را دیوانگی کنم، باز هم مرا بکش تا زندگی کنم. حس میکنم تو را در شب خودم، من عاشق همین احساس تو شده. حس میکنم تو را در شب خودم، من عاشق همین احساس تو شده. حس میکنم تو را. میمیرم از جنون تا گریه میکنی، با بغض هر شب با من چی میکنی؟ میمیرم از جنون تا گریه میکنی، با بغض هر شب با من چی میکنی؟ حس میکنم تو را در شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم. حس میکنم تو را در شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم. حس میکنم تو را. تشکر، سپاس از آهنگ آرام. خیر باشه. آرام که واقعا دلپذیر بود، زیبا بود، قشنگ بود. تشکر، سلامت باشی. راستی قسمی که گفتن که آنچه که از دل براره بر دل نشینه، واقعا این از صدق دل خوانده بودی که بر دل ما هم شد. سلامت، تشکر. راضیه عزیزی، خودت چی نسبت داری با لطیفه ایزی؟ هیچ نسبت ندارم فعلا نسبت نداری؟ خود تخلصایتان با هم یکسان بود و او خاطر پرسان کردم. راضی عزیزی چقدر زمان میشه که موسیقی کار میکنه؟ که گفتیم 2 ماه. و کیها خودت تشویق کرد شخص کلیدی را میخوایم پرسان بکنم؟ در ضمن میخوایم پرسان بکنم که چقدر اطمینان داشت که یک آوازخوان شده میتونی؟ اطمینان خود داشتم. فعلا در خانه که بوده مادر پدرم را همکاری کرد. مادر جان و پدر جان شخص کلیدی بود که خودت تشویق کرد. و چی فهمیدی که خودت میتونی یک آوازخوان شوی؟ اولین بار میخوایم زمزمه تا که زمزمه کردی و یا هم فکر کردی میخوایم پرسان بکنم، اولین بار که تصمیم گرفتی؟ اولین بار تصمیم گرفتم. بله. که هنرمند شد مگر تی نشد دیگه. خب بسیار تشکر. میخوایم از خودت پرسان بکنم نسیجان سخی که آیا کی عالی میخواند؟
کدام نکات مد نظر بگیرید تا یک آوازخوان خوب باشی و مردم هم بپذیرید بالاخره بر دل همگی بشینم؟ سوال خوب کردین. یک گپ است که آوازخوانی بسیار یک طریقه است، یعنی یک رشته است بسیار ثقیل است، مشکل است. و نکته که مد نظر آدم باید بگیره اولتر از همه تمرین صبحانه که آدم تمرین بکنه، بعدش آواز پخته میشه و انشالله یعنی مطمئن باشه آدم که بله آواز پس دوباره به دل مردم میشینه و همین است که آواز معقول‌تر میشه. معقول‌تر میشه. فقط تمرین صوبکی میتونه آواز پخته بسازه و بالاخره آهنگایت هم بر دل مردم میشه. بله. خوب است. خودت هم پیش کدام استاد کار کردی؟ پسرم یادآور شدم یک پیش از یکی از استادایی که هست نزیجان خورا. نزیجان خورا استاد زیادتر امرن همکاری کردم در رسی البته. یعنی بالاخره خودت آموتور نیستی، مسلکی هستی، حرفه‌ای کار کردی؟ بله حرفه‌ای کار کردیم، مسلکی هستم و موسیقی به شکل حرفه‌ایش کار کردیم. به شکل حرفه‌ایش کار کردیم. یک آوازخوان خوب آموتور بوده میتونه و یا هم مسلکی حرفه‌ای کسی که حرفه‌ای کار کرده؟ راستش بگم که مسلکی بیشتر به خاطر از اینکه تجربه می داشته باشه، چون از پدر هنرمند می باشه، تجربهش کافی می باشه، زیادتر می باشه. به نظر من مسلکی بالاتر است. خوب است. تشکر، سلامت باشی. میخوایم جای از لطیفه عزیزی نه بلکه راضیه عزیزی داشته باشم. بله، از راضیه عزیزی آوازخوان کاملا تازه، خوش صدا، خوش سیما. میخوایم اجرای داشته باشن، آهنگی که اجرا میکنن بعد در مورد آهنگتان صحبت هم بکنیم. مایی که من در خدمتتان قرار میتم، نصیر جان مرا مایی که میتم و من شما را و شما هم آهنگی را که دوست دارین همین لحظه بخونیم. بعد از آهنگ، بعد از اجرا، بله بعد از اجرا در مورد آهنگتان کم بیش معلومات هم بدین. درست است؟ سلامت باشین. بفرمایید آهنگتان اجرا.